سلام، خیلی خوش اومدید به چنل اینو دید. بالاخره با یه تأخیر خیلی زیاد نشستم سریال هایجک رو نگاه کردم و یه سری سوالا برام پیش اومد. بریم ببینیم برای شما هم پیش اومده یا نه. اول از همه بگم که داخل این ویدیو قرار اسپویل سریال هایجک رو داشته باشیم و اگر دوست ندارید که داستان به هر نحوی براتون اسپویل بشه این ویدیو رو نبینید. بریم سراغ سوالاتی که برام پیش اومد. اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که چرا سریال؟ خب شما یه بازیگر خوب آوردین، ادریس آلبا رو آوردین و داستان سریال هواپیما رباییه که فیلم‌های خیلی زیادی است با این ژانر، با این داستان، با این موضوع. چی به این موضوع اضافه کردین که تبدیل به سریالش کردین؟ چرا شده یه سریال 8 قسمتی که هر قسمتش 40 دقیقه است ولی تمام اتفاقاتی هستند که داخل سینمایای این موضوع هم افتادن و هیچ چیز جدیدی اضافه نشده؟ چرا یه فیلم 2 ساعتش نکردین؟ اومدین 8 قسمت سریال ساختین، 8 ساعت وقت مخاطب رو گرفتین که همون چیزهایی که داخل فیلم سینمایی میبینیم نشون بدین؟ چه چیز اضافه‌ای داشت؟ یه هواپیما ربایی بود دیگه، یه داستانی که از پیش برنامه ریزی شده بود براش، یه مسافری که دردسرساز میشه برای اون رباینده ها، یه تیمی که از بیرون داره کنترل میکنه، مدیریت میکنه این مأموریت رو و اینکه چه میدونم میفرستن دنبال خانواده اون مشکل سازه، میخوان تهدیدش کنن و چیز اضافه ای نداشت. حالا نهایتا مثلا چه میدونم یه چی بهش میگن، خدا کلامش از ذهنم پرید، یه خلاقیتی با خرج داده بودن، یه توانایی، یه ابیلیتی داده بودن به سم نلسون که همون ادریس آلبا باشه که مثلا توانایی کانونس کردن، متقاعد کردن اشخاص رو داره. بعدش چی؟ اصلا قرار ادامه داشته باشه این سریال یا نه؟ میخواین تو چه ژانری ادامهش بدین؟ یه هواپیما بود، دزدیدنش، پسش گرفتین، فرودش آوردین، تمام. سوال دومی که برام پیش اومد این بود که این سریال فقط یه پتانسیل از دست رفته است؟ چرا که وقتی که کار سم نلسون یا همون ادریس آلبا رو معرفی میکنن به مخاطبین اینطوریه که یه شخصیه که قابلیت متقاعد کردن مردم رو داره و داخل نگوشییشن، داخل مذاکره آدم خیلی قویه و توانایی خیلی بالایی داره و شرکت‌های خاص، شرکت‌های بزرگ اون رو استخدام میکنن برای مذاکراتشون. به نظرم این پارت خیلی میتونست جذابتر باشه تا یه هواپیما ربایی، یه فیلمی که فقط یه کپی ضعیف، حتی میتونم بگم فقط برای یکم ترشح شدن آدرنالین و هیجان بوده. یعنی من غیر از اون که حتی اون اتفاق هم برام نیفتاد چون یه طورایی کل داستان مشخص بود. چرا آخه همچین پلن خوبی رو، همچین برنامه خوبی رو که شما بتونین یه سریال درست کنید در مورد یه کسی که قدرت تکلم خیلی زیبا و قشنگی داره و میتونه مردم رو متقاعد کنه توی این مذاکراتی که به وجود میاد، اونطوری خیلی قشنگتر میشد سریال، روند طولانی تری میتونست داشته باشه. الان من نمیدونم اینا اصلا
اولش که چک نکردم برای سیزن دوم تمدید شده یا نه، و اینکه حس کردم یه فیلم هیجانی فقط، مثلا مانی هیست. یه فیلمیه که اومده آدرنالین ترشح کنه، هیجان آدم رو ببره بالا و تموم هم میشه، هیچ پلن خاصی نداره. حالا باز مثلا مانی هیست خیلی قوی تر بود، خیلی هم اتفاقا حس و حال مانی هیستی میداد، چه میدونم حتی تیتراژ اولیه فیلم هم مثلا مانی هیست در مورد اون جایی بود که میرفتن به دزدن، یا در مورد اون پلنی بود که قرار بود بچینن و چیدن. این هم مثلا تیتراژ ابتداییش در مورد مسیر هواپیما و از این لوکیشن حرکت کنه به اون لوکیشن برسه. حتی موسیقی تیتراژش هم منو یاد مانی هیست مینداخت، نمیدونم چرا. حالا شاید شما هم اینطوری بودین، یا الان که من این رو مثال زدم تو ذهنتون مشابه شدن، نمیدونم، شاید. حتما بنویسید داخل کامنت ها. ولی آره، یعنی هم یه پتانسیل از دست رفته است، یا قراره این که مثلا کلا موضوع رو عوض کنین، شما فقط برای یه معرفی این سیزن رو ساختین و قراره از سیزن بعدی بیشتر به سم نلسون بپردازیم تا اینکه یه هواپیما ربایی. معمولا آخه چند سیزنی هن، بعد مثلا تو ادریس آلبا رو که میاری داخل یه سریال برای یه سیزن که قطعا نمیاد قرارداد ببنده مثلا یه سریال 8 قسمتی. این سوال هم برام پیش اومده بود. Plane cleared, of course. Someone is calling for help. سوال بعدیم اینه که هدف سریال چی بود؟ میخواست به کجا برسه؟ ببین، از لحظه اولی که من سریال رو شروع کردم برام لحظه آخرش مشخص بود. حالا شاید یه تویستایی، یه پیچیدگی‌هایی اضافه کرده بودن به سریال، ولی خب برای مثلا 5 دقیقه میتونستی مثلا سردرگم بمونی، بعدش دوباره خب اوکی، برگشتیم به روال عادی و پلن قرار همونطوری ادامه پیدا کنه. ببین، اصلا میتونستن حتی هواپیما رو فرود نیارن که مردم رو برای سیزن 2 آماده کنن، ولی همچین اتفاقی هم نیفتاد. واقعا خیلی گیج شدم وقتی سریال تموم شد. گفتم خب همین، مثلا یه فیلم خوب درست کردین، خوش ساخت، ولی برنامه‌ای برای داستانش نداشتین و تک سیزن و تموم. ادریس آلبا رو آوردین 8 قسمت داخل یه هواپیما روی صندلی بشینه و چند تا حرکت بزنه و تموم. چه هدفی داشت سریالتون؟ دنبال چی بود؟ میخواستین نظر مخاطبین رو ببینین؟ میخواستین ببینین که واکنششون چیه؟ خوششون میاد؟ خوششون نمیاد؟ نمیدونم واقعا. آخه من چیزی که رو مخمه اینه که یه سریال 1.5 ساعت، 1 ساعت 40 دقیقه‌ای، یه فیلم 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و 40 دقیقه‌ای رو کردین یه سریال 8 قسمتی، ولی قرار نیست چیز خاصی ازش در بیاد، پوینت خاصی نداره. یه هواپیما دزدیده میشه، اون لابلا کلی اتفاق میفته داخل هواپیما، کلی تلاش میکنن که هواپیما رو پس بگیرن، در نهایت موفق میشن، هواپیما فرود میارن. حالا یه سری تویستا بود، میگم یه سری پیچیدگی ها اتفاق افتاد، یه سری چیزایی که آدرنالین ترشح میکردن، یه سری چیزایی که سردرگمت میکردن حداقل برای چند دقیقه، ولی داستان چیز خاصی نداشت. نظر شما چیه؟ نظرتون با من موافقه، یا به نظرتون سریال خوبی بود، یا چیزی رو من میس کردم، از دست دادم، یعنی حواسم نبوده؟ اگر اینطوری فکر میکنید، اگر نظرتون مخالف منه، حتما داخل کامنت ها بنویسید ببینم چند نفر با من موافقن و اینکه شاید من چیزی رو از دست دادم. امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه.
حمایتش یادتون نره، لایک و کامنت و سابسکرایب. یه 2 ماهی چنل خوابیده بود و اینکه امیدوارم ویدیوی بعدی هم همراهمون باشید. فعلا خداحافظ. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.